به شعبه وزارت کارهای داخله در نوع اسماعیل سامونی با عریضه مرد 35 ساله ساکن پایتخت مراجعت نموده است که مرد 30 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش در آمده در چند مرحله از او 18200 دلار امریکایی گرفته وعده داده است که او را با اویلش به دولت کانادا میفرستاند، اما تا حال او را فریب داده مبلغ‌های به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. در این باره روز 24 مای سال 2022 مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. وقت‌های آخر شماره تو رفت بیشتر ساکنان تاجیکستان تلاش دارند که با اهل عائله‌های خود برای زندگی دائمی به کشورهای غرب اساساً به کشورهای اروپا، امریکا و کانادا بکوچند. اکثر آنها تهیه شرایط برای یک آینده بهتر برای فرزندان خود را سبب اساسی تغییر مکان و انتخاب کشورهای در دوره چند هزار کیلومتر از تاجیکستان برای زندگی دائم نام میبرند. در گذشته ساکنان تاجیکستان برای زندگی دائم اساساً به روسیه میکوچیدند. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه تنها در یک سال 2021 بیش از 103,000 زاده تاجیکستان، یعنی به حساب میانه هر روز قریب 300 نفر از تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شدند. افزایش شماره خواهشمندان کوچیدن به اروپا و امریکا و کانادا و بالا رفتن طلبات به ویزای و روادید سفر به این کشور باعث گرم شدن بازار قلوبانی هم شده است که با سوء استفاده از باوری شهروندان آنها را به مبلغ‌های بزرگ فریب می‌کنند.